علی بگی. ما الان جز روزایی که برق رفته ما چرا الان داریم کار میکنیم؟ نکتهش همینه دیگه، الکا الان داره 24 ساعته و 7 روز هفته تولید میکنه. آقا نمیشه، برقا میگم رفته، چجوری الان ما برق؟ آره برق همه رو 2 روز قطع میکنن، ولی خب بالاخره ما تعهد داریم باید تولید بکنیم، مردم سفارش دارن. بیا بدویم. الکا اومده این ژنراتور رو با یه هزینه خیلی گزافی خریداری کرده که بتونه 24 ساعته و 7 روز هفته تولید رو انجام بده. الان همه جا برق رفته ولی ما داریم تولید میکنیم. بیا کوچه رو ببین، بیا. برق همه جا رفته.